الله شما را حفاظت بکنه. شب یکی از برادرها لینک گفتگوی شما را فرستادن برای ما. سبحان الله، خیلی انسان ناراحت میشه وقتی میبینه این جوانا خود موحد میگیرن با یک طالب العلم اینقدر رفتار بد، اینقدر رفتار زشت میکنه. خیلی ناراحت شدیم، گرچند مکان ما درست نبود، یعنی ناامن است. هر چی کردیم که داخل لایف شویم یک چند صحبتی بکنیم به برادرها، یعنی نشد. الله حفاظت بکنه تان شیخ، به خاطر الله دوستتان داریم. سبحان الله، چقدر از درسای شما در افغانستان، در کشور بدبخت ما استفاده میشه و همونطور در تاجیکستان. پیام ما بر از اینا ای است که سبحان الله در تاجیکستان کی را دارین بدیل امی شیخ ابو محمد مدنی؟ کی را دارین شما؟ همین سوال ما به می جوانای تاجیکستان، ناراحت نشن، همش برادر ماست. کی بدیل شکی دارین؟ کی را میتونین بیارین که همینطور بیان بکنه؟ بیای از جانش، از فامیلش، از خانه عزیز. تهمت کردن در حق یک طالب علم بسیار یک ظلم بزرگ است، بسیار یک ظلم عظیم است. متاسفانه همون گپی پیشتر خودتان گفتین، لازم نیست که اینجا ما بگویم. شما خودتان ماشاءالله عالم هستین، طالب العلم هستین، میفهمین همه چیزا. اگر امی اشخاص، افراد جهل خود کنار بانن، واقعا به می حدیث صحیحه که در تمام کتاب سنن میبینی روایت میکنن، در حدیث اول انما الاعمال بالنیات، یعنی حدیث را اگر واقعا اینا تعلیم بگیرن در نزد خودت یا خوب دقیق بفهمن، اصلا صحبتی در حق چنین اشخاص افراد نمیکنن. چقدر زحمت و تلاش میکنین، چقدر جستجو میکنین، منابع ها را میبینین، میارین با دلایل توحید را بیان میکنین، سنت را بیان میکنین، باز هم ناسپاسی میکنن. و همین ناسپاسی ها هست که امروز در بدبختی ها گرفتار شده. وقتی یک مسلمان در مقابل نعماتی که الله برش میده ناسپاسی کنه، الله در عذاب شدید گرفتارش میکنه. این وعده الله است، وعده الله حق است. سبحان الله، یعنی اشک انسان میآید. ما در چندین جلسات همینطور از صفات مستعار داخل میشیم، برادرها روان میکنن، این حالت هم میبینم. ما هیچ وقت تغییر نمیخوریم. یک نفر پیدا میشه حق میگه، در مقابلش اهل باطل میآیند شروع میکنن. بجای از اینکه را تقویت بکنن، حفاظتش بکنن، هر طرف نصرتش بکنن. نصرت یک طالب العلم کردن مثل از که نصرت دین الله را میکنی. این طالب العلم است که دین الله را نصرت میکنه. وقتی تو این را نصرت میکنی، دین الله را نصرت میکنی. خب شیخ مدنی نبود یا امثال هم یک دو نفری که اصلا نبودن، چی کار میشه؟ با چند نفری که عقیدهش معلوم نیست کدام طرف است، آذری است یا مرجئه است یا هر چیزی که است معلوم نیست، از اینها چی جور میشه؟ از اینها که طلب العلم درست است. طلب علم از کسی درست است که با علمش پایبند باشه، عامل باشه، عامل به قرآن و سنت باشه. سبحان الله. خیلی یعنی انسان ناراحت میشه. شیخ ما گفتم که اگر این جوانا اینمی حدیث را بخوانند که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اگر همین حدیث را واقعا حل بکنن، در پیش خود خوب درک بکنن، مطمئن هستم که میان معذرت میخوان پیشت، میگن شیخ ما واقعا جهل داشتیم، جاهل بودیم، اشتباه کردیم و این تهمتی که بر تو کردیم این تهمت است. گفتن در افغانستان یک سرزمین است که سبحان الله از 100% شاید خیلی محدودش که عقیده توحید یاد گرفته باشه، در شرک و کفر و خرافات و بدعات گرفتار است. حتی اینها بیدار شدن، از صدای شیخ استفاده میکنن، از درسش استفاده میکنن. اما تو برادر تاجیکستانی سبحان الله میای علیه از این تهمت میکنی که در فلان جا هستی که فلان کار میکنی، تکفیرش میکنی، طاغوت پرست میگی. لا حول ولا قوت. حیران میمون انسان. چقدر واقعا ما در یک درد بزرگ گرفتار هستیم و درمان از این عمل کردن به سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی میگیم به رسول الله ایمان داریم، چرا احادیثش زیر پای میکنیم؟ چرا وقتی که احادیث بیان میشه میشنیم در دل ما یک تکانی نمیآید، عامل نمیباشیم؟ بیایم قدر از این داشته ها را بدانیم، قدرش بدانیم. خب امید اگر الله ناخواسته در یک مشکلات گرفتار شود، یک دو ماه سه ماه نبودن، همین شیخ نبودن، میدیدیم که شاگردایشان چند وقت در لایف ما بدن که والا شیخ نیست، ایست، چقدر سرگردان بودن. وقتی که میآید قدرش نمیدانیم. و ما مسلمان های امروزی متاسفانه
خودکش بیگانه پرور هستیم. کسایی را پرورش میدیم که ارزشش نداره، هیچ ارزش نداره. میبینیم این دلایفای مردم ها میرن از همین برادرای خود موحد میگیرن، میرن اونا رو تقویت میکنن که یک نفر از بنام ابو محمد مدنی و فلان و فلان فلان میان تحقیر میکنن. برادر تو تحقیر طالب العلم نمیکنی. بدانه ایره که هر کسی که در مقابلش مردم میخیزه همه علیهش هستن و او دلیل از قرآن و سنت داره و او دلسوزی میکنه، بفهمین که اینمی آدم که هم از او راضی هستن، هم او را شیخ و استاد و فلان و علامه دهر و فلان و فلان میگن. هیچ چیز از اونا نیست. اونا فقط اونم کاکلای خود چربک میتونن کده و سر ریش خود میان یک 4 نفر در چشمش خاک پاش میتن خلاص. علم که باید کم نمیشه. برادر باید از همه چیز خود بگذاری. سبحان الله، این عشق انسان میریزه ایالت میبینه. شیخ ما خب میبینیم که جای ما درست نیست، مکان ما درست نیست و والله زمین و مساجد ما چی میکنیم؟ اگر ما و شما بین خود جور نمیم چطور میتونیم اونجا جور بیم؟ وقتی در درس علم جور نمیم و امی حدیثی را که پیشتر خواندم، اینمی حدیث چند درس برای ما میده. اول درس بزرگ از این حدیث برای ما اینمی است که ما را میگه که شما در تعلیم و تعلم در سایر برنامه های زندگیتون اگر نیت خود اصلاح نکنین، نیت خیرخواهی نداشته باشین، یعنی شما اعمالتان بیهوده است، هبا منثور است، خلاص است، بیهوده است. هر چی که بیا اینجا صحبت کنی، هر چی بیا از علم گپ بزنی، یک 2 روز درس توحید خواندی یا نخواندی، بیاین با یک حدیث و یک آیه در چشم مردم خاک، نیتت که نباشه بیفایده است. حتی این وضو میگیری نیت نداری بیفایده است. نماز میخونی شب تا صبح ورزش سپورت میکنی اگر نیت نداشته باشی. از نیتت چیست؟ اسلام 2 بود داره، بکن و نکن، انجام بده یا نده. انجام بده ندهش در نیتت است. انجام امیدی به کدام نیت، انجام نمیدی به کدام نیت. نیت نداشتی بیهوده است. و مسلمانی که بدون نیت و بدون اهداف است زندگیش معنا نیست، بی معناست، مشخص نیست کدام طرف حرکت میکنه. و اینمی طور است که میمیره در جهل، در گمراهی، در بدبختی. بیا در درس اشتراک بکو، از صحبتاش استفاده بکو، برو عمل بکو، خودت عمل بکو. وقتی صحبت شیخ مدنی را میشنوی برو عمل بکو. تو نگرد که شیخ مدنی چی کار میکنه. شیخ مدنی که بونم قرار توانش کشید که رفت درس خوند، تعلیم کرد، بیچاره چقدر زحمت کشید. تو هم بکن، میتونی برو، ایلا نکن، عذر نیار به خود، برو زحمت بکش. برادر گرامی، از ما اینجا نیست که اومده باشم این برادرها تحقیر کنم. با والله قسم است شیخ ابو محمد مدنی، صدای مرا میشنوین ان شاء الله؟ بله شیخ، اهلا و سهلا، همیشه تو میشنوم. اینجا نه آمدیم که ما کسی را تحقیر بکنم، اینجا نه آمدیم که خود تزکیه بکنم. اینجا آمدیم که آن چیزی را که در دل ما از آن چیزی را که الله و رسولش گفته بگویم و در قصه صحبت هیچ کسی نباشم، ولو که همه دنیا علیه ما باشه، ولو که مرا دشنام بتن، هر کاری بکنن. ما اینجا نه آمدیم که مردم از ما راضی باشه. برادر گرامی، اینجا آمدیم بیاین از این نعمتی که الله برای ما داده استفاده بکنیم. خود ما شخصا از دروسش استفاده میکنیم. سبحان الله. این همینطور طالب علم حقیقی نباشه ما دنبال کی بریم؟ هم قدرش بدانیم، قدرش بدانیم واقعا. ببین اینمی حدیثی را که خواندم، امام بخاری در کتاب خود در اول این حدیث امیر میگیرد. چرا میگیرد؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی گفته میتونیم که اولین بار هجرت میکنه میره به طرف مدینه از مکه. اینمی حدیث اولین سخنایی که میگه اینمی را میگه، یعنی دای چندین سخناست که تو هجرتت به خاطر چیز بیادر، تو تعلیم و تعلیمت به خاطر چیز، تو اینمی حرکت کردی از اینمی مکه تا مدینه آمدی به خاطر چی بوده؟ به خاطر زن گرفتن اینجا کدام زن در مدینه دیدی یا نه؟ یا آمدی به خاطر هجرت به خاطر الله آمدی؟ تو اینمی جا هجرت کردی به خاطر الله و رسول بوده یا نه؟ آمدی کدام مال و متاع و تجارت برنامه داشتی؟ این حدیث کل برنامه ما در نظر میگیره. اگر نفر درکش بکنه، واقعا زانوی تلموذی بزنه، واقعا شاگرد شوه، واقعا بره بگه شیخ برای حدیث را بگو که چی گپ است، چی هدف است. یک حدیث کافی است. لازم نیست که شیخ الحدیث و القرآن و فلان و فلان باشی اما عمل نکنی، بغض داشته باشی، کی نداشته باشی، در دلت دشمنی باشه با برادر مسلمانت. امروز گفتیم با برادرای مسلمان دشمنی میکنن، با کسایی که اصلا شکل و شباهتشون با مسلمان میمونه با اونا دوست میشن.
میرن نوکری و غلامی از اونها رو میکنن. انا لله و انا الیه راجعون. چقدر ما در بدبختی گرفتار هستیم. بیاییم استفاده بکنیم. الله متعال شیخ برای ما حفاظت بکنه و برادران را باز عذر میکنم، خواهش میکنم، زاری میکنم نکنین برادرای عزیز، استفاده بکنین. و اگر شما میرین به طرف کتال هر جایی که میرین منت نگذارین که اعمالتان حبا و منصورا میشه. نگوین که نفره دعوتش بتین، شد خود نشد منت نگذارین سر یک نفر. کاش که در جای ما با والله قسم از جایی که ما هستیم اینمی حالا میفهم که بسیار چهار طرف ما هر کس گوش میکنه. ما در این حالتی نیستیم که با اسلام تمسخر بکنیم، خود ما بگوییم عمل نکنیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی میگی نمیکنید؟ اینطور نیست برادرای گرامی. الله شیخ را حفاظت بکنه. زیاد پرحرفی کردم با معذرت، ان شاء الله از صحبتایشون استفاده میکنیم. دیگه فقط صحبت معنی بود. خلاص شب هر کاری کردیم نشد، یعنی بسیار زحمت کشیدیم، دوستا بالا نه آوردن، شیخ بسیار ناراحت بود، ما هم بسیار ناراحت شدیم. بارک الله فیک، جزاکم الله خیر. شیخ الله حفاظت بکنه. امی صحبتم پیشتر صحبت کردی یادم آمد، واقعا راست میگی. از این حاجی مرزا و از این چند تا صوفی از اینا چی یاد میگیرن؟ با موترای زرهی با او کش و فش میگردن. آیا امین نفر عقلش علا گرفته که تو ببین چهره و شباهت اونا رو ببین، درست است ریش داره، بروتای خودم میتراشه، خب خودت مسلمان ها میگیره، اما یک مشرک بیش نیست، اصلا در قلبش ذره ایمان وجود نداره. اما میبینی که طرف همون مردم روان است. وقتی که تو میایی علیه یک اهل توحید استاد میشی، علیه یک استاد یک عالم استاد میشی، به مثل عزیز که تاند جمله از اون هستی دیگه، تو میری بانما دیگه صفت مشخص میکنی. مسلمان راش مشخص میباشه، یا موحد میباشه یا مشرک میباشه. خلاص یا مشرک است یا موحد است، از دو چیز خالی نیست. خلاص بنان الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق عمل نصیب بکنه.